بچه‌ها چطوری دیدین؟ ما امروز اوپل استرا را در ویدیو خود جو کردیم برای که ما نرخ نوش ببینیم چند سومای در گرمانیا. مثلا اوپل استرا بسیارش نسبت به مرسدس بسیارش ارزونه، ارزونتر میابین، سالش کمتر بلند انیم باشه. برای مرسدس اگر 1997 تو 2000 اگر 1500 تا 2000 اگر یابین، اوپل استرا تا 2005 یا 4 1500 یا 2000 یافت کردن میتونین. اگر ماشینه که با استراخوفکا نداشته باشه و کمتر ارزانه، اوپل استرا رو میبینیم 1.693 کیلومتر گشتگیه، 2004 بنزینه، مکانیکه. ماشین همش تنجه، خیلی با سرعت موندگی بوده این ماشین. تازی دانی من در گرمانیا میتونیم ماشینا را نسبت به سالشون با کیلومتری گشتگیش اینجا کمتر، اگر کیلومتر زیاد گشتگی باشه کمتر با ارزانتره. اوپل استرا 1.8 موتور، 2000 دیوم بنزینه. با خیلی دیگرش تا میگذاریم. پس در تاجیکستان بسیارش ماشینایی که دو باشه موتور، این همی خیلی ماشین نه که دو کوپه نه که ای رنگش نه و رنگی سیاه یا رنگی سریبرو در تاجیکستان تنج می رفتگیه. اوپل استرا به فیلم زدگی های ماشین کمتر، ماشین کل دفکت داشته است. اینجا ماشین 2002 بوده، بنزین، مکانیک، رادیاترش دفکت بوده. از رادیاتر همین ماشین کار نمیکرده. این ماشین اوپل استرا جی. نمی خیلی ماشین رو تاجیکستان بسیارتر میبرن. 2004 کامبیا بنزین، PS 103 مکانیک، کلیما داشته. این ماشین همه چیزش بوده، خیلی سرعتش کمتر پیش میمونه. اینجا 4 دیسکای دیگه قطیش بوده، نه زپاسکاشه، نه بالونوی زیم نیشه. از این ماشین کمتر ای سنوس نشان میتیم. این پیش ماشین چقدر سسته هنی ماشین تنجه. با مگذاریم بعد دیگرش بز که بینم موتور چنده. این یکم دست بوده همین ماشین.
باز ما میگذاریم به دیگری ماشین. اوپل استرا. این ماشین برای اکسپورت، مثلا برای که از یک دولت دیگر روان کردن، وقتی اکسپورت کشید برای گرمانیا، ماشین برای گرمانیا نیست، برای بیرون گرمانیا روان کردن های ماشین 2004 مکانیک 222,000 کیلومتر گشتگی ماشین. با میگذاریم به دیگرش. این ماشین اوپل استرا جی. نکی ماشینایی که هستن دداره را در تاجیکستان نمیگیرن، هرچند 2014 باشه. هم اوپل استرا 1.6 موتور 1.6 بوده. این هم ماشینا رو هم هستن در تاجیکستان که بسیاری بد نیستن، برای ماشینا رو نمیگیرن. اوپل استرا تازه بوده، یکی 1.6 اکو تک بوده. چی بفکرم هم بفکرم یکم پرابلم داره. نکی یک چیز دیگر که در تاجیکستان موتور اکاتک باشه، خب ماشینا رو نمیگیرن، برای ماشین بیزنسمن ها رو میگن و خب ماشینا هم خیلی موتور اکاتک هم نمیگیرن. موتوراش هم پرستای باشه، هم خیلی ماشینا رو بسیار بد میگیرن، با ماشینای ددره هم نمیگیرن. در این پروگرام بسیار، مثلا یک ماشین برای یک ماشین یافتن خیلی چند ماشینا رو مثلا کفته میستی که ماشین رو یگون تاش، برای که امروز یگون ماشین میشه که کم تر قیمت های همو سستانی همو رنگ بای پگش هم بینی، هم خیلی ماشین با ارزان تر شیاف میکنی. برای این خیلی سودا در اینجا با بسیار آدم ها میخوان که تیز ماشینشون رو سودا کنن. این ماشین 1.6 اوپل استرا 126 کیلومتر گشتگی، 2003 بنزین مکانیک، صدمه شدگی نیست. این ماشین تنج. اوپل استرا هم تنجه، یکی سالش 2002 1.6 موتور. یکی در تاجیکستان 1.6 اوقا نمیگیرن، ماشین 1.8 2 موتور پرستای. حال ما درباره همه پروگرام یک ویدیو دیگه ساز میکنیم، خودتون میتونین همجا کدوم وقت خواهین میتونین بینین ماشینا را. این ماشین اتومات بوده. اوپل استرا 135,000 کیلومتر گشتگی، 2002 بنزین PS
125 автомат садама мошин шидагӣ нестай. страховкаш то августи 2018. ин хеле масалан дар ин германия бисёри мошинаро арзон карда мешавад. масалан агар камтар ягон кас агар забона хушрӯ бидона, камтар савдода тенҷ боша, метавона арзон карда. барои мошино бисёрш мешавад ки арзон куниша, қатишон гап занӣ. Opel Astra 1.6 98,000 километр гаштагӣ, 2004 бензин, механик. мошин тоза, фарош ксенон дай. мошинаи тоза, мошин тозаи хушрӯ. карда боша. мо дар видеои дигар дар бораи программа гап мезанем, чӣ хел истифода бурда мешавад, тарзи истифода бурданиша хай мо гап мезанем. хай боқӣ дар амони худо бошед.